الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سوم از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه وتعالى در این حلقه اهمیت توحید و بزرگی شأن توحید را با احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بعضی از اقوال علما به شما بیان خواهم نمود. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سخنهایشان اهمیت توحید و بزرگی شأن توحید و مکانت و درجه بالایی توحید را به من و شما بیان نمودند. حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت می کنند، تخریج می نمایند، حدیث متفق علیه گفته می شود، از صحابه جلیل معاذ بن جبل الخزرجی رضی الله عنه روایت است که گفت: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ببینید، معاذ بن جبل رضی الله عنه میگویند که روز من در بالای خری با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودم. در بالای خر رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه. رسول الله به من گفتند: ای معاذ، آیا میدانی که حق الله بر بندگان چیست و حق بندگان بر الله چیست؟ معاذ گفتند: الله و رسوله اعلم. الله و رسول میدانند، الله و رسول داناتر هستند. وقتی که به سؤال جواب نداشتند می گفتند که الله و رسوله اعلم. رسول الله گفتند: حق الله بر بندگان این است که یگانه الله را عبادت بکنند و به الله چیزی را شریک نسازند، شریک قرار مدهند. یعنی دو حق. و حق بندگان بر الله همین است که الله عذاب ندهد همون شخصی را که به الله شریک قرار نداده است، چیزی را شریک قرار نداده است. قلت، معاذ به رسول الله گفتند: یا رسول الله، ای رسول الله، افلا ابشر الناس، آیا من مردم را بشارت ندهم؟ رسول الله گفتند: لا تبشرهم فیتکلوا، بشارت نده که به همین تکیه میکنند. محل شاهد وجه الدلاله میگند، آنی که به موضوع من شما تعلق دارد این است که حق الله بر بندگان، الله بر بالای من و شما بندگان حق دارد. حق الله این است که ما باید یگانه الله را عبادت بکنیم، اول. دوم، یگان چیزی را به الله سبحانه و تعالی شریک نسازیم. به الله مانند کردن، به الله برابر کردن، مثل الله چیزی دیگری را عبادت نمودن، همه این عملها را ترک نماییم. این حق الله است. پس این مهمترین و اهمیتناکترین چیز است در دین اسلام. موضوعی از همه بزرگی که من و شما باید بدانیم این است که یگانه الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم و به او چیزی را شریک قرار ندهیم. همین معنای لا اله الا الله است. لا اله الحق، نیست معبودی بر حق، یعنی ترک میکنیم. چرا؟ شرک را.
هم شرک اکبر و هم شرک اصغر را. و تمامی الههای باطلی که بجز الله عبادت کرده می شود همه اونها رو ترک می کنیم و همه دین هایی که در این دنیا وجود دارد بجز دین اسلام، دین های منسوخ شده یا دین های باطل شده، همه اش را ترک می نماییم. کفر بر طاغوت می ورزیم. معناش همین است. و یگانه الله سبحانه و تعالی را عبادت می کنیم. قصد ما و شما در همه عملهایمان تنها الله است و یگانه الله را بزرگ می شماریم و دوست داریم که از همه زیاد است. دوست داری ما از همه زیاد است و از الله می ترسیم و امید می کنیم. پس معنای این حدیث همین است. پس زمانی که بنده یگانه الله را عبادت نمود و تمام شرک را ترک کرد، بداند که الله بر بالای اون در حقیقت رحم می کند و بعد از این بنده هم در نزد الله حق پیدا می کند. بنده کدام وقت در نزد الله حق پیدا می کند؟ همان وقتی که الله را یگانه عبادت بکند، شرک را ترک بکند. حقش این است که الله این چنین انسان را عذاب نمی دهد. انسانی که شرک را انجام نداده است و موحد است و اصل توحید را بجا آورده است، الله این چنین بنده را عذاب نمی دهد. اگر حساب و کتاب کند هم، اگر حساب بکند هم، اما حساب یسیر است. در روز قیامت حساب کند هم حساب یسیر است، اما عذاب نمی دهد. بارک الله فیکم. این حدیث دلالت می کند که نجات در توحید است. و این چنین حدیث دیگری که حدیث صحیح است که امام بخاری و مسلم این چنین روایت می کنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گویند: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. من از جانب الله امر شدم که با مردم بجنگم، مردم را بکشم تا این که بگویند که لا اله الا الله. رسول الله به خاطر چی می جنگیدند؟ به مشرکین، به کفار، به اهل کتاب یهود و نصارا، به خاطر این که اونها لا اله الا الله بگویند، محمد رسول الله بگویند. یعنی معنی این کلمه را فهمیده و دانسته این کلمه را تلفظ بکنند و قبول بکنند همه درخواست ها و طلبات ها و مقتضای لوازماتی که این کلمه دارد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر توحید می جنگیدند، نه به خاطر اساس توحید، یعنی نه به خاطر اساس جنگ. سخن ما معنیش این است که جنگیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم این وسیله برای رسانیدن توحید و برای پهن نمودن توحید بود و برای حکم کردن با توحید. سبحان الله. این دلالت می کند که توحید اهمیت بزرگ دارد و یکی از سبحان الله بزرگترین از مرتبه های عبادت است. مرتبه اول عبادت این توحید است. بالاترین مرتبه، بزرگترین مرتبه و شأنش به نهایت بزرگ است. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که می گویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می گفت که الله سبحانه و تعالی می گوید، یعنی حدیث قدسی است: یا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لا يشرك بي شيئا لقيتها بقرابها مغفرة. صحیح است. حدیث است. یعنی ای فرزند آدم، ای مردم، الله میگوید ای فرزندان آدم، همه انسان هایی که در این دنیا هست، اگر با خطاگی های زیاد به نزد من بیایی، در حالتی که
به من چیزی را شریک قرار نداده ای، یعنی توحید را به وجود آورده ای و توحید را عمل کرده ای، توحید را تحقیق نموده ای، من به تو روبرو می شوم در حالتی که تو را بخشیده. این حدیث دلالت می کند که همان زمان الله شما را می بخشد که شما اهل توحید باشید و شرک را ترک کرده باشید، گرچنده که خطاگی ها باشد. اما وقتی که انسان سبحان الله با همراهی عملش شرک هست، بخشیده نمی شود. این دلالت می کند که توحید اهمیت ناکترین موضوع است، اهمیت بزرگی دارد. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء می گوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله نمی بخشد کسی را که در حالت شرک وفات کرده است و به نزد الله رفته است، در حالت شرک اکبر یا اصغر. اگر اصغر باشد به قدر گناه صغیره اش عذاب میکشد و بعد از این به جنت میرود، و اگر اکبر باشد ابدالابد در جهنم است. و غیر از شرک دیگر گناه ها را بر کسی که خواهد میبخشد، به مانند گناهان کبیره. پس نجات انسان در توحید است. توحید این ترک شرک است. کدام وقت انسان موحد می شود، کدام وقت از اهل توحید می شود، همان وقتی که شرک اکبر و اصغر را، تمامی نمود شرک را ترک بنماید. کدام وقت تمامی نمود شرک را ترک می‌کند؟ همان وقتی که از اهل توحید باشد. پس توحید را انسان می آموزد به خاطر اینکه از اهل توحید باشد، عمل به توحید نماید. و شرک را می آموزد، اکبر و اصغر را، شرک بزرگ و شرک میده را می آموزد تا که شرک را بداند و بفهمد و به ناگاه به همین شرک واقع نشود و شرک را ترک نماید. می شناسد و ترک می نماید. تعلمت الشر لا للشر، من بدی را آموختم نه به خاطر بدی بلکه للتوقیه، به خاطر حمایه کردن خودم. شرک بدترین چیز است. شرک را می آموزیم به خاطر اینکه شرک را شناسیم و شرک را از خود دور بکنیم و خود را از شرک دور بکنیم. زمانی که ما شرک را شناختیم و از شرک دور شدیم، توحید ما همان وقت کامل می شود. بارک الله فیکم. این حدیث من قال لا اله الا الله و ترک ما و کفر بما یعبد من دون الله دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و بعد از این به همه آن چیزهایی که بجز الله پرستیده می شود داخل جنت می شود. این حدیث صحیح است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به معاذ می گویند یا معاذ در حدیث صحیح دیگر انک تأتی قوما من اهل الكتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیهم شهادت ان لا اله الا الله. ای معاذ، تو به نزد یک قوم می روی که این قوم از اهل کتاب است. پس اولین چیزی که تو باید اونها را، یعنی اهل کتاب را، کافران را به سوی اون دعوت بکنی، این چی است؟ انا من کلمه توحید است، لا اله الا الله است. یعنی وقتی که تو رفتی ای معاذ به نزد اهل کتاب، اولین چیزی که به سوی اون دعوت بنمایی این به سوی لا اله الا الله محمد رسول الله است. یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله. تمام شرک را ترک میکنم، تمام الههای باطل را ترک میکنم، تمام دین ها را ترک میکنم و یگانه الله را ثابت میکنم، یعنی یگانه الله را اقرار میکنم و قصدم را تنها به خاطر الله میکنم و تمام دین ها را که ترک نمودم یگانه دینی حق و راه مستقیم را که اسلام است اختیار میکنم. انا من لا اله الا الله است، محمد رسول الله، و شهادت میدم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند، بنده و رسول الله هستند و پیروش میشوم و تصدیقش میکنم. بارک الله فیکم.
پس این وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به معاذ بود. ببینید که توحید اهمیتی چقدر بزرگ دارد که اولین چیزی که انسان باید دیگر انسان را به سوی همون دعوت بکند این باید توحید باشد و مغز توحید و اساس توحید این کلمه توحید، کلمه اخلاص، کلمه تقوا، عروة الوثقى لا اله الا الله محمد رسول الله است. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، توحید این اساس زندگی و اساس خلق شدن من و شما انسان هاست که به خاطر همین توحید خلق شده ایم. سبحان الله، یگانه چیزی که خون انسان را حرام می کند و انسان را مالش را حرام می کند و حفظ می نماید این توحید است. فإذا قالوا أو فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. یعنی وقتی که توحید را قبول می کند انسان لا اله الا الله محمد رسول الله می گوید، نماز می خواند، زکات می دهد، خونش و مالش برای دیگر مسلمان ها حرام است. ببینید که توحید چه اهمیت دارد. بارک الله فیکم. پس وقتی که همین توحید اینقدر اهمیت داشته باشد، توحید چیزی باشد که تمام خلق انسانها و جنها به خاطرش خلق شده باشند. دوم، توحید چیزی باشد یک فطرت الله که مردم را به همون فطرت خلق کرده باشد. سوم، توحید این چیزی است که به خاطرش الله سبحانه و تعالی از تمام فرزندان آدم میثاق گرفته است، وعده گرفته است. توحید چیزی است، بگویم اگر چهارم، توحید چیزی است که به خاطرش الله سبحانه و تعالی تمام کتابهایش را نازل کرده است. توحید چیزی است که الله سبحانه و تعالی به خاطرش تمام رسولان را فرستاده است. تمام پیامبرانی که آمده اند، به روایتی که در اون ضعف است 124,000 میگند. تمام پیامبران اولوالعزم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر رساندن توحید آمدند. توحید این همان چیزی است که مردم را به سوی همون اولین بار دعوت کرده میشد. یعنی اولین چیزی که دعوت کرده میشد مردم را به سوی اون این توحید است. توحید این همون چیزی هست که انسان ها به خاطر این توحید به مسلمان و کافری تقسیم شدند. همین توحید است که انسان ها را مسلمان و انسان های دیگری را کافر نامیده است. همین توحید است که به خاطرش جهاد مشروع شده است. توحید این شرط نصرت و شرط و امن و امانتی و برکت است. همون وقت شما از جانب الله نصرت می‌یابید، همون وقت امت اسلام از جانب الله نصرت می‌یابد که توحید را تحقیق نماید و همان وقت انسان در امن و امانی و در هدایت باقی میماند که توحید را به جا بیاورد. سبحان الله. پس توحید اولین امر کرده الله است. اولین امر الله، اولین فرض الله توحید است و ضد توحید این شرک است که اولین نهی الله، بزرگترین نهی الله است. توحید این از همه
معروف ترین اکبر، یعنی معروف ترین اکبر است. معروف اکبر چیست؟ توحید است. یعنی کار خوبترین و بهترین در روی این دنیا این توحید است. عمل بهترین این دنیا توحید است و عمل بدترین این دنیا، منکر بدترین این دنیا این شرک است. توحید این شرط قبول عمل هاست. کسی که توحیدش صحیح نیست عملهایش هم قبول نیست. مثلا ماه رمضان نزدیک است، کسی که روزه دارد اما نماز نخواند روزه اش به وی فایده ندارد. کسی که نماز خواند و روزه دارد و توحید نداشته باشد و مشرک باشد روزه و نمازش به او فایده ندارد، چرا که شرط قبول عمل این توحید است. توحید صحیح بود، درست بود، کامل بود، عملهای شما هم قبول می شود. توحید نبود عملهای شما هباء منثور است. توحید این همان عملی است که گناههای شما را نابود می نماید. سبحان الله. توحید این سبب نازل شدن برکت از جانب الله به شما است. توحید این اولین چیزی هست که در روز قیامت هم و اولا در قبر از شما سوال می شود. توحید این شرط شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. موحد بودی رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را شفاعت می کند. توحید این شرط داخل شدن جنت و شرط نجات از عذاب جهنم است. موحد بودی و موحد شدی از جهنم نجات میابی، موحد شدی به جنت داخل میشی. بارک الله فیکم. پس این همه گفته های ما به خودش دلیل دارد از قرآن و سنت، لیکن ما مختصرا ذکر نمودیم تا که این حلقه ما طولانی نشود. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، این توحید اهمیت به نهایت بزرگ دارد. توحید شأنش، قدرش بزرگ است. توحید قله بالاترین دین اسلام است. توحید اصل دین اسلام است، اساس دین اسلام است. به توحید نجات وجود ندارد. به توحیدی این خواری و زاری است، شرمندگی این دنیا و آخرت است. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، خودت را از جمله خوشبختان قرار بده. راه نجات یافتگان را، راه پیامبران را، راه صادقین را، راه شهدا را، راه صحابگان را، راه اهل سنت و الجماعت را اختیار نما که این راه توحید است. و از راه گمراهان، از راه اهل بدعت که از توحید دور هستند برحذر باش، پرهیز نما. بارک الله فیکم. با همین ان شاء الله سبحانه و تعالی موضوع اهمیت توحید پایان می‌یابد و در حلقه آینده ان شاء الله به شما فضیلت توحید را بیان خواهیم کرد و همه این چیزهایی که به شما بیان نمودیم این همه داخل می‌شوند به فضیلت توحید. این چنین به فضیلت توحید، اما فضیلت توحید به خودش یک باب خاص، سخنهای خاص دارد و بعد از این مسئله تحقیق التوحید و بإذن الله به شرح مسائل توحید می پردازیم. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا ممن حقق التوحيد